بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدا و فرشته‌هاش و همه ذرات عالم هستی به وجود نازنینی که همیشه متبسم بودن. هر وقت کسی رو غمگین می‌دیدن سعی می‌کردن به نحوی او رو خوشحال بکنن، از اطرافیانشون، از یارانشون. می‌فرمودن این دلها نیز همانند آهن زنگار می‌بندند. صیقل دهنده دلها تلاوت قرآن است، یاد مرگ است. و می‌فرمودند که ستون دین ما نماز است، به نماز عشق می‌ورزیدند. سلام خدا و فرشته‌ها و همه ذرات عالم هستی به رسول گلها، به رحمت به جانها، به محمد مصطفی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام مردم عزیز و مهربان، هم نفس یاد خدا. الهی که خوب باشین. بی نهایت تشکر فراوان که انتخاب شما برنامه یاد خداست. الهی که اینجا به شما خوش بگذره، جایی که در واقع بقعه مبارک امامزاده موسی مبرقع هست در شهر مقدس قم. 42 امامزاده اینجا مدفون هستند، هم خود امامزاده موسی مبرقع که فرزند امام جواد علیه السلام هستند، امامزاده زید که از نوادگان امام چهارمون هستند، و این ذریح که ذریح مطهر 40 نفر از نوادگان امام جواد و امام هادی هست که اینجا هست. شما اینجا تشریف میارید یک جا 42 امامزاده رو زیارت میکنید. انشاءالله که نصیب و قسمتتون بشه خیلی زود. بفرمایید یاد خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سه شنبه هاست و اگر یادتون نبوده تا قبل برنامه، حتما با اون نحوه سلام علیک کردن من یادتون افتاده که موضوع بحث سه شنبه های ما سیره نبوی هست. کارشناس و متخصص و بلد راهشم استاد ملکیان که با افتخار مجدد خدمتشون هستم. آقا سلام علیکم. علیکم السلام. خیلی متشکرم، ممنونم. مخلص. بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. خیلی متشکرم. بنده محضر شما و همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام در خدمتتون هستم. محبت دارید، خدمت از ماست. خیلی ممنونم. ما فکر میکنم آره تا قبل از این 4 هفته است که خدمت استاد ملکی بودیم، بحث سیره نبوی رو در خدمتشون هستیم. از ضرورت ها و اهمیت این بحث و الگو بودن نبی مکرم اسلام متوجه به آیات قرآن شروع کردیم و رسیدیم به مصادیق اخلاقی و رفتاری صاحب خلق عظیم. نمونه هایی رو فرمودن. رسیدیم به اون آخرین مبحثی که داشتن که بعد از اینکه پیامبر همیشه متبسم بودن و همیشه با نشاط بودن، این نشاط رو هم انتقال میدادن به اطرافیانشون. رسیدیم به اینجا که اگر کسی هم غمگین و اینها میدیدن، همه هماغمشون این بود که بالاخره او رو یه جوری به نحوی شادش کنن. بسم الله. می‌دونید اصلا یه بابی داریم در احادیثمون در سیره اهل بیت اسمت بطالة در پیامبر عظیم شأن که بحث ادخال سرور در قلب مؤمنینه که چقدر ثواب داره که مؤمنین وقتی کنار هم قرار میگیرن اون جلسه رو تبدیل کنن به یک جلسه مسرت بخش، حال آدما رو خوب کنن، حال اون جلسه رو خوب کنن. یکی از سیره و روش پیامبر عظیم شأن در جلساتی که بوده اینه که خیلی سرور و شادی تو اون جلسه حکم فرما بوده به برکت پیامبر عظیم شأن. شوخی های ملیحی داشتن و به گونه این جلسه رو اداره میکردن که اعضای جلسه هیچ وقت دوست نمی داشتن که این جلسه خاتمه پیدا بشه، در این حالی که نه گناهی نه چیزی، نه خدای نکرده تحقیری. چون حالا خیلی ها همدیگه میخندونن ولی یه قومی رو تحقیر میکنن، یه جوکی از یه قومی بیان میکنن، ولی حال توش شایبه گناه اینها وجود داره. خب اینم یک روش، یک سیره است که آقا مؤمنین وقتی در جمع هم قرار میگیرن با مایه الفت، انس، سرور و شادی بشن. این هنره. همینطور. یه بنده خدایی وقتی شهید شد، بنده خدایی وارد جلسه که میشد، علی حال یه غیبتی، 2 تا غیبت چیزی تو اون جلسه اتفاق میافتاد. این شهید به اون برگشت گفت فلانی تو نمیشه یه خورده خودت مراقبت بکنید، جمع ما رو به هم میریزی.
تا بیاین یه فرض کن خیلی تو جلسات که میشنن اونقدر غیبت اونایی که تو جلسه نیستن، فامیلاشون، دیگرانشون، یعنی انگار نقل مجلس اینه که اون کسی که الان نیست راحت پشت درش حرف بزنی، تحقیرش کنی، ترور شخصیت کنی. خب پیامبر یکی از ویژگیاش اینه که وقتی که کنار هم قرار میگیره اون جلسه، اون مجلس انس و الفت و سروره. نکته بعد این که حضرت در من 100 تا ویژگی حضرت نوشتم که حالا بعد بعضیاشو بخونم براتون، بعضیش الان خوندم. اینی که احوال میپرسه. مثلا فرمود که فلانی کجاست، یه وقت مدتیه که فلان کسی ندیدم، بعد میره از اونها عیادت میکنه، میره حال اونها رو از نزدیک هم احوال پرسشه، هم میره سرکشی میکنه. خب این چقدر انس و الفت ایجاد میکنه، چقدر جامعه رو آرام میکنه، آرامش به جامعه میده که همه دلسوز هم باشن. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اولیاء بعض یعنی اولیاء بعض، یعنی مسئول نسبت به هم دیگه هستن که این اگر مریضه من برم کمکش کنم، اگر اون کمک مالی میخواد در حد توانم دستگیریش کنم، اگر نیاز به عیادت داره برم عیادت کنم، حالشو خوب بکنم. اینم یکی از ویژگی‌هاست که حضرت احوال پرسه، یادش نمیره. این ما بعضیامون اهل عبوری، یعنی تا وقتی که بنده با شما کار دارم با شما خیلی خوبم، بعد که دیگه من میرم یه مرحله دیگری بالاتر، دیگه کلا شما رو فراموش میکنم. این عبور از انسان ها پیامبر هیچ وقت عبور از انسان ها نداره. یعنی همون کسانی که از حیث مالی فقیرن ولی صحابه پیامبرن، پیامبر دوستش داره، احوالش این پرسه کجاست، اگر مریضه عیادتش میره. داره در همین نکاتی که من نوشتم، اونی که تو حافظم هست بگم، حتی یارانی که داره در دورترین بخش مدینه، اونها رو میره اون دورترین منطقه رو میره در میزنه، احوال طرف میپرسه، یه لیوان آب خوره بعد میشه میاد. یعنی یه شخصیتی که این اندازه برای انسان احترام قائل، نه فقط دوستان و آشنایان، حتی کسانی که بهشون بی احترامی میکردن، نه که اصلا برای اونا رو دعا میکنه که خدایا برای اونا حرص می‌ورزه، فرمود حریصون علیکم. اینم یکی از ویژگی‌های پیامبر. پیامبر وقتی که وارد مجلس میشه هر جا که جا خالیه میشینه، بالا و پایین و اینا. این که حالا نگاه کنه به دیگران که باشید که پیامبر میخواد بیاد اونجا بشینه، نه نه. این باز اینا اگه بخوای فلسفه‌شو بیان کنی، یعنی برای آدم‌ها احترام قائل است. بله. اون آدمی که اونجا نشسته است، او آدم است، او انسان است، بگذار همونجا بنشینم. چرا باید اونو من بلند کنم من اونجا بنشینم؟ اینجا یه تبصره داره، اونم اینه که این اوائل کار وقتی پیامبر رو مردم میشناسن، نمیگذارن یه قطره آب وضوی پیامبر زمین بچکد، همه اونها رو تبرکن و تیمنا برمیدارن به سر صورت. خب اونا دیگه اجازه نمیدن پیامبر هر جا بشینه، اون دیگه قصهش فهم. ولی پیامبر خودش و خودش هر جا که جا باشه اونجا میشین. وقتی که میخواد جلسه بگذاره دایره‌ای جلسه میگذاره که بالا و پایین نباشه. که در نقل داره که افرادی که وارد میشدن نمیفهمیدن کی پیامبره، چون اصلا معلوم بود بالا و پایین مجلس معلوم نیست، همه دایره‌ای نشستن. پیامبر دنبال تشخص نیست که برای خودش یک حق خاص و مثلا ژن خاص و نه ژن برتر و شهروند درجه 1 و درجه 2 اینا اصلا در قاموس پیامبر. هر مرکبی را می آوردن سوار می شد، نمی گفت چرا این آوردی، چرا درازگوش آوردی، چرا اسب نه آوردی، چون اونم اسب نژادش فلان نژاد باشه جن آوردی. اصلا حالا این زین داشته باشه نداشته باشه پیامبر سوار میشه، اصل بی تکلف. اصلا سختی تکلفی برای مردم قائل. این نفر اول عالم هستیه ها، یعنی حواسمون باشه یه آدم معمولی نیست، او نفر اول عالم هستی داره اینطوری برخورد میکنه. و به عبارتی چون این گونه برخورد میکند، چون عبدالله هست رسول الله میشود. بعد این هر دو با هم، یعنی اصلا شخصیتا اگه پیامبر هم نمیشد، شما جوانیاشو ببین. بله. حلف الفضول رو پیامبر
اصلا نمیتونه بر بتابت که یه غریبه آمده توی مکه داره مثلا واسه جنسی میفروشه، طرف همه جنس خریده، حالا دبه داره برده پولش نمیده. حالا این بنده خدا هی داد میزنه آقا کسی به دادم برسه پیامبر، حالا اون وقت جوونه محمد امین میگه آقا چیه شما؟ میگه والا این بنده خدا آمده نمیده. پیامبر میره چند تا جوانم جمع میکنه، یه عهد و پیمانی با هم میبندن، حلف الفضول، فضول فرض یعنی جوان، چند تا جوان با هم قسم میشون که نگذارن در مکه حق کسی ضایع بشود. این خصلت پیامبره. شخصیت عزیزیه، شخصیت کریمیه برای انسان ها. من یه وقتی روایتی میدیدم از امام حسین علیه السلام، کسی از حضرت سوال میکنه که یا ابن رسول الله ادب چیه؟ ادب. بله. حضرت فرمود ادب آن است که با هر کس که مواجه میشوی او را از خودت بهتر بدون. من باور کنم یکی دو هفته همش مونده بودم خدای این روایت اصلا درسته، یعنی چه؟ اون از ادب سوال کرد، حضرت چی دیگری پاسخ میده؟ چون ناخودآگاه وقتی او رو از خودت بهتر بدونی مجبور میشی توی او رو تکریم کنی، احترام بذاری. و اصلا ریشه همه بی‌ادبی ها مال اینه که تو خودتو برتر میبینی. آره. برای انسان ها حق و حقوقی قائل نیست. اگه به عکس بشه خب معلومه اون اگه از خودت بهتر بدونی جا بهش میدی، تکریمش میکنی، سلام بهش میدی. نهایت ادب و ارتجاع میشه. پیامبر آره ریشه رو فرمودن. آدم‌ها رو دوست داره. من حالا روایت زیادی آورده بودم که حالا انشالله در یک من تا اینجا اصلا سیره نگفتم، فقط یه نمه از بعضی از رفتارهایی که معروف بود و مشهور بود یه حرفا بیان کردیم تا حداقل یه اونس بگیریم که عجب پس ما میشه خیلی از روش‌های پیامبر رو تو زندگی خودمون ساری و جاری کنیم. حالا که میشه اصلا باید این کارو بکنیم، چون اگر این کارو نکنیم به سعادت دنیا و آخرت نمیرسیم. بچه‌های خوب تربیت چون بچه‌ها به ما نگاه میکنن تربیت میشن. بچه‌ها آنگونه که ما هستیم میشوند، نه آنگونه که ما میخواهیم. و از بچگیش داره رفتار من داره عکس برداری میکنه. من اگر توی خونه آدم مؤدبی ام، آدم کریمی ام، آدم نجیبی ام، آدم محترمی ام، این بچه محترم میشه. زیاد میام پیش من سوال میکنن که آقا ما اهل نمازیم ولی بچه‌هامون نمازی میکنن. میگم به نظر من 80% به خودتون برمیگرد. میگن چطور؟ میگم اگر شما نماز رو با حال بخونید، با نشاط بخونید، چون پیامبر عظیم شان میفرماد یا بلال ارحنی، عاشق نمازه، آها اذان بده، من دلم برای نماز تنگ شده. الصلاة قرة عین، نماز روشنی چشم منه. اینقدر در این نماز اهمیت قائل، ارزش قائل. خب اگر پدر مادر نماز قشنگ بخونن، نه اینکه وقتی نماز تمام شد انگار از زندان نجات پیدا کرد، تو نماز اونقدر اخم و تخم مستری و این بچه‌ایش نگاه میگه چیه که اینا انقدر به سختی انجامش میدن، بعدش مثلا ازش فرار کنه. خب معلوم اینم نسبت. ولی اگر ببینن عطر میزنن، سجاده میاندازن، اذان میگن، اقامه میگن، اون وقت خیلی سرحالن، خیلی بانشاتن. پیامبر اینجوریه دیگه، یا بلال ارحنی، یعنی منو خوشحال کن، این قرة العین منه. اگر این گونه عمل بکنن بچه‌هاشون مثل خودشون میشه، اینا دیگه از نماز جدا نمیشن. بنابراین من تا اینجا خواستم این رو عرض بکنم که بر اساس آیات قرآن باید پیامبر عظیم الشأن را اسوه قرار بدیم. بسیار عالی. اگر صلاح بدونید یه فاصله بگیریم برگردیم، باز هم از مصادیق صاحب خلق عظیم و نمونه‌های رفتاریشون از آقای ملکی عزیز میشنویم و حظ میبریم و کام دلمون شیرین میشه به نقل و نبات کلام شیرینشون که از نبی مکرم اسلام رحمتا للعالمین دارن میفرمایند. خوبه یه صلوات هم بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فرمودند صلوات شما بر من مایه اجابت دعا و پاکی اعمالتان است. بنابراین بازم خوبه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه فرمایش دیگه هم از پیامبر یادم افتاد، فرمودن که نزدیکترین شما به من در روز قیامت خوش اخلاق ترینش. خیلی اهمیت میدادن به این موضوع اخلاق و دوست می‌داشتن که مردم خوش اخلاق باشن. در روایت از حضرت امیر سلام که اون اول صحیفه نامه مؤمن اخلاق. خوش اخلاق. خب حضرت باز وارد جزء بفرمایید.
وقتی سفره میانداختن اولین کسی که سر سفره مینشست پیامبر. دیدیم بعضیا سفره میاندازن میگن آقا سفره انداختیم، هی تعطیل میکنه، معطل میکنه. اولین کسی که سر سفره میشینه. حالا اینم باز تحلیل کن، اون کسی که سفره میاندازه خیلی مایله که ازش تقدیر کنن. تقدیر اینه که سر سفرهش بشینی. یک. دو، دیرتر از همه از سر سفره پا میشد. باز اینم برای اون کسی که غذا درست کرده بود خیلی دلپذیره، خیلی بعدش میاد که طرف دو لقمه بخوره عقب بشینه. اما اون کسی که اما یکی از علتهایی که حضرت دیر از سر سفره بلند میشد این بود که حضرت غذا رو خیلی خوب میجوید. از یکی از توصیه‌هایی که حضرت به امت کرد در نقل داره که اون طبیب وارد مدینه شد بعد از اینکه پیامبر از دنیا رفته و مطبش رو زد، هرچی نشست هیچ کس نیامد، برای مریض نبود. رفت تو محله سراغ گرفت که شما چرا بس مریض نمیشه، ما هر جا میریم کلی سرمون شلوغه و باید نوبت بگیرن. اونها گفتن که خب ما یه طبیبی داشتیم به ما یه چیزی یاد داده که مریض نمیشیم. اون سوال کرد چه دستوری داده؟ اون طبیب واقعی ما فرمود که تا گرسنه نشدی سر سفره، سیر نشدم از سر سفره پاش. حالا الان امروز این اطباء اینو خوب تحلیل میکنن که این یعنی چی، این چقدر برای معده مفیده که وقتی معده پر دوباره میخوای پرش بکنی چقدر این معده رو به زحمت میاندازی و چه زود این از کار میفته. چقدر خوب شد اینو فرمودین، چون تو اون بخش قبل من نگران این بودم کسی ممکنه به اشتباه این دریافت بکنه که فرمودین آخرین نفر از سر سفره بلند میشدن. معنیش این نیست که زیاد میخورن، بیشتر اتفاقا اگر آرام بخوری و بیشتر بجوی کم میخوری، چون سیری حداقل یه 20 دقیقه بعد پیام میده که من سیر شدم. این شخص که داره همینجوری غذا رو میبلعه این معده داره داد میزنه میگه آقا بسه، ولی این صدا به گوش مغز نمیرسه. خب وقتی کسی آرام به واجبه. بعد سوال کرد دیگه چه دستوری؟ فرمود که این که غذا رو باید کامل بجوی، خورد کنی غذا رو بعد به معده بفرست. خب بعدش فرمود اون طبیعی ما فرمودن که وقتی میخوای بخوابی حتما اول غذای حاجات بکن. این رفت اون جلو پلاسی جمع کرد، رفت گفتن آقا کجا میری؟ آقا کسی که اینا رو انجام بده مریض نمیشه. همه مریضی ریشش همیناست. پیامبر پیشگیری کرده به معنی واقعی. مثلا پیامبر این که دیر از سر سفره پا میشه نه یعنی زیاد میخوره، نه آرام با آرامش میخوره. شما از حیث طبی هم اونایی که با استرس غذا میخورن، با اضطراب غذا میخورن، بهترین غذا، پر ویتامین ترین غذا تو جانشون نمیشینه، دفع میشه و حتی ایجاد مریضی میکنه. نه، پیامبر با آرامش. نکته بعدی که وقتی که داره غذا میخوره حضرت صحبت نمیکنه، به صورت دیگران هم نگاه نمیکنه، به دست دیگران نگاه میکنه کی میخوره، چی میخوره، چقدر میخوره. دستش هم به اطراف دراز نمیکنه، همونی که جلو حضرت گذاشتن همونو میخوره، به همون مشغول. یعنی یک کلام مشغول غذا خوردنن واقعا، نه کار دیگری. حالا شما حساب کنید آدم بعضی وقتا فرض کن میره مهمانی همش نگرانه که دیگران به دستش نگاه. آره نه اصلا هزار تا کار میکنی در کنار اون. اینا الان خیلی ممکنه که ریز به دست میگه آقا اینا میگه چیه حالا؟ اینا در سلامت انسان، در سلامت جسم انسان، در سلامت روح انسان، در تکریم انسان ها. یه چیز دیگه هم در کنار اینا من شنیدم شکرمنی کلامت، اینی که اصلا کلا جذابم غذا میخوردن، یعنی یه جوری میخوردن که اگه کسی هم نمیخواد غذا بخوره تحریک میشد بیاد به غذا بخوره. اینم شد با علاقه و عشق غذا. آره همینطوره. خدمتتون که عرض کنم هیچ وقت هر غذایی جلوش میذاشتن حضرت میل میکردن، نمیگفتن چرا اینا آورد. الان خیلی از این دعواهای زن و شوهر هیچ وقت هیچ غذایی را مذمت و هیچ نعمتی را مذمت نکردن. همیشه هر نعمتی را تکریم میکردن، تعظیم میشه مرد. شما این الان بیاد تو زندگی خودمون بحث شکر، روحیه تشکر. آیا روحیه تشکر معجزه میکنه رو خود آدم تا چه رسد رو طرف مقابل چقدر اثر داره که اصلا انسان شخصیت شکر کننده و شاکر باشه. روحیت این آدم همیشه مثبت نگره، همیشه قشنگ میبینه،
چون نعمت‌ها رو میبینه، تشکر میکنه، قدردانی میکنه، حال خودش خوب میشه. بله بله. خیلی هستن فقط دوست دارن ازشون تشکر کنن، اصلا دوست ندارن از کسی تشکر کنن. یکی از خدا حفظ کنه آقای قرائتی نقل کرد، یه وقتی شهید مطهری خونه ما بود، نهار یا شام یادم نیست، بعد که غذا رو خوردن آقا می‌خواستن تشریف ببرن، گفتن که حاج خانمتون بگید من ازشون تشکر کنم به خاطر مهمان نوازی. بعد شما میگم خانمم همیشه میگه آقای مطهری چقدر حواسش جمع بود، فقط از تو تشکر نکرد بلکه از منی که آشپزی کردم هم تشکر کرد. ببین یعنی حال اون خوب کرد، غیر از اینکه حال خودش هم خوبه. چقدر روحیه تشکر. آره چقدر تو ذهن اون خانم نقش بسته که بعد سالها همچنان بیان میکنه. شاید بهشتی هم این روحیه رو داشت. یاد بگم امام یکی از ویژگی‌اش امام خمینی بوده که افراد رو یادش نمیرفته، کسانی که نمیدیده همین شیوه پیامبر عمل میکرد. فرموده که برید از به فلانی ببین کجاست، سلام منو بهش برسونید اگه کاری داره من انجام. خدا رحمت کنه آیت الله مؤمن رو ایشون میفرمودن که من ضبط کردم این گفتگو رو با ایشون، من راجع به استاد و اهمیت استاد بحث کردم، سوال کردم، ایشون فرمودن که من به یاد ندارم که توانسته باشم به امام خمینی زودتر سلام داده باشم. عجب. هر وقت ایشون من تو کوچه میدید تا من میخواستم فکر کنم سلام الان بدم یه دقیقه دیگه بدم، ایشون سلام میدید. فرمود یه روزی تصمیم گرفتم که امام وقتی از منزلشون میاد از میدان آستانه برن فیضیه، من اونجا خب میدان بازه، خب اونجا یه فاصله هست، از اون فاصله دور سلام میدم. بعد فرمودن که آقا داشتن میامدن، امام منم داشتم میامدم، گفتم حالا الان سلام بدم، خب فاصله خیلی زیاده، بعد با صدای بلند سلام بدم. بعد دم آقا روح الله سلام علیکم، باز اونجا هم او سبقت گرفت. بعد فرمودن سر درس که رو صندلی می‌نشستن، اولین کاری که انجام بدم به تک تک اونان که جلو بودن سلام میدادم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم. لذا من اعتقادم اینه که امام اگر امام شد یکی از علتاش اینه که اشبه الناس به پیامبر. خیلی خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردیم آقای ملکی عزیز، دست شما در نکنه. ثواب برنامه این نوبتمون هدیه میکنیم به روح مطهر امام عزیزمون امام خمینی رضوان الله. عوامه نداریم؟ التماس دعا. زنده باشید، محتاجیم دعا. چون با بحث سلام برنامه‌مون جمع شد،